بسم الله الرحمن الرحیم. فرید بلوچ هستم از شهرستان سراوان. در مورد کوک قیچک، ما قبلا به زبان بلوچی توضیح دادیم که قیچک چجوری کوک میشه با نرم افزار. حالا دوستان درخواست کردند که به زبان فارسی توضیح بدیم. ما اول باید یک نرم افزاری از به نام دات تیونر، اینو ما باید اول دانلود بکنیم. بعد از این که ما دانلود کردیم، نصب کردیم، بریم رو گزینه آخر کلیک بکنیم، بریم داخل برنامه. و وقتی که میخوایم قیچکمون کوک بکنیم، بعد اینترنتمون خاموش باشه چون پارازیت میاندازه و برنامه دیر باز میشه. خب قبل از این که ما با برنامه قیچکمون کوک بکنیم، چند نقطه است در قیچک باید مد نظر ما باشه. اول این که قیچک ما باید تنظیم باشه. اگر خرک ما نامیزان باشه، سیمای ما درست بسته نشن، یا سیمای ما سیم مخصوص قیچک نباشن، قطعا قیچک ما کوک نمیشه. پس اول تنظیم قیچک، بعد سیمای قیچک. سیم کلچ دوستان هرگز استفاده نکنند، قیچک سیم مخصوص خودش داره. ما هم خودمون سیم فروشی داریم برای قیچک. روده هم یه روده سنتیه، کار خودمانه. اگر نخ باشه خب یک صدایی داره، اگر پلاستیک باشه مال نوار کاست باشه یک صدایی داره، ولی روده اصلی صدایش بهتره. روده هم خود ما میفروشیم برای قیچک. بعد وقتی که ما برنامه رو باز کردیم، از قیچکمون مطمئن شدیم که قیچک ما میزانه، اولین سیم زبان ما باید روی جی انگلیسی باشه، حروف جی انگلیسی. بعد یک حرفی زیر جی میاد، 3 4 فرقی نداره، او حرف برای ما ملاک نیست، فقط همه حروف جی ولی رنگش سبز باشه. سبز ثابت باشه، نباید چشمک بزنه، نباید زرد باشه. اگر حروف ما زرد شد یعنی اینه که این خرک ما رو پوست ننشسته، ما باید اینقدر سازمون کوک بکنیم که تا خودش بگیره. خب همانطور که فرمایش کردیم، وقتی که قیچک ما مطمئن شدیم که تنظیمه، اینجا ته قیچک هم نباید این سیما تهشون دوتا رو هم سوار بشه، بعد سیما جدا بشن، بعد نزدیک هم بشن. بعد هر چک سیما رو ما به طرف راست بکشیم، صدای قیچک ما کلوفتر میشه. هرچی به طرف چپ بیاییم صداش نازکتر میشه تو نواختن. پس بهتر اینه که ما از جایی که پیش بسته تقریبا 10 سانتی به طرف چپ بیاییم، اینجا دیگه استاندارده. بعد یک چیز دیگه هم هست، باید این خرک ما موقعی که رو پوست میذاریم، این شیاره ها قبلا باید شیاره نباید راست بریده بشه، شیاره ها باید به صورت کشوی بریده بشه چون سیم داخل شو میره. راست که بشه چون قیچک ما وقتی که ما میذاریم حالت کشوی در سیم داخلی میاد و این ته قیچکمون نوکش باید اینجا باشه، سرش اینجا باشه، بعد سر تهش هم اینجا، و 2 تا چوب داریم اینجا، بین این چوبا باشه، یعنی تهش با سرش اینجوری به این حالت. این تنظیم قیچک. خب بعد گفتیم که وقتی که مطمئن شدیم قیچکمون تنظیمه، دیگه مشکلی نداره تو کوک کردن. زبان ما باید باشه روی جی انگلیسی. سیم بغلمون که تیپ بهش میگن روی دی باشه، دی انگلیسی. این بم ما هم روی دی باشه، ولی این بالا این پایینه، یعنی نصف این کوک میشه. روده من هم باز زبان هم کوکه. بعد سیم اول
یک. خب این الان بالاه. خب ما باید ذهن داشته باشیم. بعد میام سیم دوم. دو از یک پیچ پایین تره. یک بالاه، دو یک پیچ از یک این پایین تر کوکه. بعد میایم سیم سوم. سه از دو یک پیچ پایین تره. چهار از سه یک پیچ پایین تره. پنج از اینه اگر در این لاب سیما ما یک سیمی ناکوک باشه این جبرانش میکنه و وقتی قیچک ما کوک باشه باید چی آوازی باید یک آواز سنتوری بده قیچک ما وقتی کوک باشه. اگر قیچک ما کوک نباشه این صدا رو نمیده. حالا ما کوک به هم میزنیم. اون صدا رفت. پس چی؟ وقتی کوک باشه یک صدای سنتوری میده. موقعی که ما سیما رو میزنیم بعد دوستان هم میخواند کوک کنن توجه داشته باشن این انگشت موقعی که میخواند کوک بکنن این انگشت باید اینجور شکسته باشه. سیمو با ناخن با گوشت نه نرمه دست نه با ناخن سیمو با ناخن بزنن چون با نرمه دست که باشه صدا سیم میگیره. سیم گنگ جواب میده اینجوری. دست اینجوری شکسته باشه. حالا این سیم ما کوکه این کوکه اینم کوکه ولی لاب سیمامون الان خراب شدن. بعد مجدد کوک بشن. بعد یک چیز دیگه هست دوستانی که میخوان با ستارو یا همون تنبوره رو با قیچک چجوری کوک بکنن. خب این سیم اولی با زبان یک آواز میده. این دوتا با زبان. این با بم. سیم سوم با بم. خب پس این دوتا سیم ما با زبان ما هم کوک میشن. سیم بم ما با بم قیچکمون هم کوک میشه. بعد اینجا هم مشخص میشه که مثلا ستار ما کوکه یا کوک نیست. خب الان مشخصه کوکه. خب ما یک ذره کوکه به هم میزنیم. اینو نگاه کن. اون آواز رفت. پس کوک کردن در قیچک یا در تنبوره خیلی مهمه. ولی با اگر با این نرم افزار دوستان